اگه تو هم سردرگمی و از کارهای بی نتیجه خسته شدی، این ویدیو برای تو. سلام، من محمد رضا نجفی هستم. به چنل یوتیوب من خوش اومد. تفاوت بین آدم‌های موفق و آدم‌های ناموفق فقط یک چیزه: عادت‌ها. در این ویدیو میخوایم عادت‌هایی رو یاد بگیریم که قرار زندگیتون رو تغییر بده. کتاب 7 عادت مردمان موثر نوشته استفان کاوی یکی از مشهورترین و معروفترین کتاب‌ها در زمینه رشد فردی و مدیریته. عادت اول اینه که عامل باشید. یعنی چی؟ یعنی خودت مسئول زندگی خودت هستی. آدمای عامل شرایط رو بهونه نمی‌کنن و به جای اینکه بگن اوضاع بده من کاری نمیتونم بکنم، میگن که چه کاری میتونم بکنم که اوضاع رو بهتر کنم. این افراد به جای اینکه واکنش نشون بدن انتخاب میکنن. به عنوان مثال فرض کن که مدیرت یه دونه پروژه سخت بهت داد. فرد غیر عامل قر میزنه میگه این پروژه سختیه، من از پسش بر نمیام، همش تقصیر مدیرم که این پروژه های سخت رو به من میده. ولی فرد عامل اول فکر میکنه، میگه که خب این کار سختیه، اما میتونم از فلانی کمک بگیرم یا تو اون دوره آنلاین شرکت کنم، اما در نهایت میتونم اونو انجام بدم و این کار باعث تجربه جدیدی در من میشه. عادت دوم: از پایان آغاز کنید. یعنی قبل از هر کاری اول نتیجه نهاییش رو تصور کن و ببین میخوای به کجا برسی. مثل این که قبل از شروع یه مسافرت مقصدت رو روی نقشه مشخص میکنی. این عادت به ما کمک میکنه که همه کارهایی که انجام میدیم تو راستای هدفمون باشه. تو تصور کن که میخوای یه خونه بسازی، بدون داشتن این عادت شروع میکنی به خرید مساله و دیوارچینی. بدون اینکه طرح و نقشه‌ای داشته باشی ممکنه در آخر یه خونه عذاب در بیاد که اصلا به دردت نخوره. اما با این عادت اول یه طرح و نقشه از خونه‌ای که میخوای میکشی، بعد مشخص میکنی که این خونه چند تا اتاق داره، کجاست و چه امکاناتی میخوای داشته باشه و قدم به قدم بر اساس اون نقشه کار رو پیش میبری. عادت سوم: نخست به نخستین ها بپرداز. یعنی چی؟ یعنی کارهای مهم رو به کارهای فوری ترجیح بده. این عادت درباره اولویت بندی درست صحبت میکنه. خیلی وقتا ما کارهایی رو انجام میدیم که فوری هستن اما اصلا مهم نیستن. یه آدم موثر کارهای مهم رو اولویت اصلیش قرار میده حتی اگه مهم نباشه. مثلا کارهای روزانه‌تون رو در نظر بگیرید. یک فرد غیر موثر کل روز رو درگیر جواب دادن به کارها مثل ایمیل، تماس‌ها یا پیام‌های فوری و بی اهمیت میشه و وقت کافی برای کار اصلیش که مثلا نوشتن یه گزارشه پیدا نمیکنه. ولی فرد موثر صبح زود مهمترین و تاثیرگذارترین کارش که مثلا نوشتن یه گزارشه انجام میده و بعد سراغ کارهای فوری و کم اهمیت میره و در آخر یک ماتریکس 4 بخشی معرفی میکنه که من اینجا میذارم. عادت بعدی که عادت چهارم باشه میشه برنده فکر کنید. یعنی تو هر تعاملی به دنبال راه حلی باش که هم برای خودت خوب باشه و هم برای طرف مقابلت. به جای اینکه فقط به فکر پیروزی خودت باشی، به پیروزی جمعیتون فکر میکنی. این عادت اساس روابط خوب و پایدار رو میسازه. مثلا تو و دوستت میخواید پیتزا با هم سفارش بدید. تو پیتزای سبزیجات دوست داری و دوستت پیتزای گوشت. تو فکر بازنده برنده و برنده بازنده تو اصرار داری که حتما پیتزای سبزیجات بگیری و نظر دوستت رو نادیده بگیری. ولی تو فکر برنده برنده هر دوتاتون توافق میکنید که یه پیتزا رو با 2 تا نصف متفاوت سفارش بدید که هر دو راضی باشید در این. و عادت بعدیمون که عادت 5 باشه اینه که اول درک کن و بعد درک شو. این عادت چی میگه؟
میگه که قبل از اینکه بخوای حرف خودتو به کرسی بشونی، اول خوب حرف مقابلتو گوش کن و سعی کن که واقعا منظورشو بفهمی. این عادت درباره گوش دادن فعال و همدلی برامون داره صحبت میکنه. به عنوان مثال دوستت داره درباره مشکلی که داره باهات صحبت میکنه. تو بدون داشتن این عادت شروع میکنی قبل از اینکه حرفش تموم بشه به نصیحت کردن و راه حل دادن، چون فکر میکنی همه چیزو میدونی. ولی با داشتن این عادت صبر میکنی که حرفش کاملا تموم بشه، سوالاتی میپرسی که واقعا متوجه بشی که حرفش رو کامل فهمیدی و بعد که کاملا درکش کردی نظر و راه حل خودت رو میکنی. میریم سراغ عادت ششم. یعنی از کار گروهی چیزی خلق کنی که از مجموع کار تک تک هر فرد بهتر و قوی تر باشه. این عادت بر این اساسه که تفاوت‌های آدما میتونه یک نقطه قوتی براشون باشه. به عنوان مثال اینجا چند تا دانش آموز میخوان یه پروژه درسی رو انجام بدن. اینجا بدون هماهنگی هر دانش آموز به صورت جداگونه قسمتی از پروژه رو انجام میده، ولی در آخر اینا کاری ناهماهنگ و ضعیف تحویل میدن. ولی با هم افزایی هر کدوم از دانش آموزا با توجه به نقطه قوتشون با هم کار انجام میدن و نتیجه نهاییش کاری خلاقانه و بی‌نظیر میشه. عادت هفتم، ارت رو تیز کن. یعنی اینکه اگه بخوای به طور مداوم موثر باشی باید اول روی خودت سرمایه گذاری کنی. این عادت درباره نوسازی خودت در 4 بعد اصلیه: بدن، ذهن، روح، قلب و روابط. بدن با ورزش و تغذیه مناسب. 2 روح با مدیتیشن و ارتباط با خدا. و بعدی قلب و روابط که با گذراندن وقت با خانواده و دوستان. مثلا فکر کن تو یه هیزم شکنی و میخوای با یه اره کند یه درخت رو قطع کنی. فردی که این عادت رو نداره ساعتها با یه اره کند تلاش میکنه و سعی میکنه که اون کار انجام بده، ولی در آخر خسته و کلافه میشه. اما فردی که این عادت رو داره چند دقیقه دست از کار میکشه، میره اره‌شو تیز میکنه و بعد خیلی سریعتر و راحتتر میره درخت رو قطع میکنه. این عادت ها مثل یه چرخه میمونن که مدام دارن همدیگر رو تقویت میکنن و به مرور زمان باعث میشن که به آدمی شادتر، موثرتر و موفقتر تبدیل بشید. و در آخر ممنون میشم که اگه خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید که از ویدیوهای بعدی من مطلع بشید. موفق و پیروز باشید.